دوستان ببینید، اه، لایک و سابسکرایب کنید. امیدوارم مفید باشه تحلیل. ایران و آمریکا از قبل توافقشون رو کردن، الان فقط آوردن روی صحنه در همین حد. یعنی علنی شده دلار سقوط عجیبی میکنه، کمتر از 50 تومن تا 30 تومن قراره بیادش. خیلی اتفاقات توی دنیای سیاست قبلا برنامه ریزی میشه، بعد نمایش و ظاهر میشه روی صفحه. بهترین کار اینه که بفروشید اگه دارید. چطور بگم، تا جای ممکن سعی کنید گول این بازی ها رو نخورید، سرمایتون رو از حباب دلار و طلا خارج کنید که دوباره بلای سر بورس که اومد نیاد. اتفاقات توافق و اینا همش رقم خورده، یعنی همین الان اینا مذاکراتشون رو کردن، توافقشون رو با هم بستن. هر اتفاقی که داره میفته الان صرفا یه جنبه اطلاع رسانی داره، و یعنی بعیده که بخوان به شما همون حین زنده نشون بدن که داره چی میشه.